سلام رفقا، خیلی خوش اومدیم به کانال رویال ماریس. در ابتدای فیلم گری رو میبینیم که روی یک دختر کراش میزنه و از مسئول بار میپرسه که دختر رو میشناسم. اونم میگه نه، ولی چیز خیلی حقیه. بعدش میاد پیش رفیقاش و اسم پسر لاغر ریگه که از اون دختر بازهای حرفه و بهش میگه اونورا ببین 3 دختر نشستن، آمار گرفتم، از اون دخترایی هستن که راحت پا میدن، بیا بریم تو کارشون. یه پسر توفانی سر و دست میکنن که تو برو باهاشون حرف بزن و بیارشون سر میز ما. اونم نه تیپ داره و نه حرف زدن بلده و در کل هیچی نداره. میره که باهاشون صحبت کنه و راضیشون میکنه. بالاخره یه دختر عینکی هم باهاشون هست که قیافش خیلی شبیه بچه خرخون است. ریک بهشون میگه امشب پدر و مادر گری مهمونی دعوتن و خونه نیستن، بیا بریم اونجا که دور هم باشیم و با هم یه حالی بکنیم. دختره ها هم که پایه بودن راضی میشن که برن و با ماشین گری که برای صاحب کارشن میرن به سمت خونشون. خود گری پیک موتوری هست. خونه میرسن و هر کدومشون یه دختر رو میگیرن و میرن میرقصن و دختر خرخونه به گری میرسه و گری هم میره کنارش بشینه. اما هرچی گری نزدیکتر میشه اون دختر دورتر. گری بهش میگه یکم راحت باش. حالا هم یکی برمیدارن ببرن اتاق برای شروع کارشون. مامان بابای گری میان و پشماشون میریزه. مامان گری هم همه را از خونشون با عصبانیت بیرون میکنه. فردا بعد از زنگ ورزش پسر دیوس از لای همون دخترها رو دید میزنه که بقیه اونو میبینن و ازش میپرسن که داری چه غلطی میکنی؟ پسرم اونجاشو گرفته که معلوم نباشه و بچه ها هم اونو مسخره میکنه. تو این فندقی که داری نیازی هست که دستتو بذاری جلوش؟ اونم عصبانی میشه و بهشون میگه آرزوتونه همچین چیزی داشته باشه. بعدش هم همه به صف میشن تا ببینن برای کی بزرگتر. وقتی تموم میشه بچه ها از سایز چیزمون شوکه میشن که چرا اینقدر بزرگه. گری آدرس خونه دختر رو پیدا میکنه، میره دوچرخه دختر رو پنچر میکنه و میره یه جا قایم میشه تا دختره بیاد. دختره میاد و وقتی میخواد به سمت مدرسه بره میبینه چرخش پنچر شد و همون موقع گری خودش رو نشون میده و بهش میگه نمیتونه چرخ رو کاری کنه، ولی اگه بخواد میتونه تا مدرسه با ماشین برسونتش و تو راه هم با هم لاس میزنن. شبش با یه مهمونی دعوت میشه. وقتی میره تو مهمونی میبینه که ریک با کارن با هم دارن میرقصن و یهو خشکش میزنه. ریک دست کارن رو میگیره و میاد به دوستاش معرفی میکنه که این دوست دختر جدید منه. وسط این مهمونی کارن به سمت دستشویی میره و گری هم پشت سرش میره و بهش میگه حواست باشه با چه کسی میخوای دوست بشی. همون موقع هم ریک میاد و کارن رو میبره. بعد این قضایا گری وسط رقصیدن و بوسیدن کارن و ریکو میبینه و خیلی ناراحت میشه و مست میکنه و به قدری که دوست توپلوش رو توی استخر میندازه. اون تا ماشین همراهیش میکنه و به دوستش میگه این پیام منو به گری برسونه که من هر روز به فکرشم. یه روز که گری بعد مدرسه میره که کار پیکچا انجام بده، پیتزا رو دم خونه یه زنه میبره و زنه هم بهش میگه بیا پیتزا رو توی خونه بذار. گری هم که شلسته میزنه شیشه باخوری رو میشکنه. تا میاد جمع کنه زنه بهش میگه بیا این مربا بالنگه و ازش امتحان کن. اما گری امتحان میکنه و زنه بهش میگه بخور. گری هم که حس پیامبری میگیره از اونجا فرار میکنه. گری میره پیش دوستاش، قضیه رو براشون تعریف میکنه و میگه همچین کسی هست، من جرئت نکردم تنهایی باش کاری کنم و دفعه بعد به بهونه تحویل پیتزا 3 دم خونه زنه میرن. زنه هم یک مشاله هم کار بلد هم کار کشته باشون راه میاد. اول میرن میشینن و مشروب میخورن و زنه به نوبت اونا رو میبره به اتاق اول. طبق معمول ریک میره و اونا هم از لای صورت اونو نگاه میکنن. بعدش پسر توپلو میره و تا میاد گری رو ببره تو اتاق شوهر زنه از راه میرسه و در میزنه و وقتی زنه در رو باز میکنه شوهرش رو میبینه و سکته میکنه. بهش میگه تو اینجا چیکار میکنی عزیزم؟ مگه قرار نبود هفته دیگه بیای؟ اونا هم که قضیه رو فهمیدن سریع خودشون رو جمع و جور میکنن. زنه به شوهرش میگه عزیزم اینا لوله کش بودن، اومدن لوله ها رو چک کنن. که همون موقع پسر توپلو با همون سر و وضع میاد. شوهر میفهمه که اینا برنامه داشتن و خلاصه با بدبختی از اونجا فرار میکنه. چند روز بعد
ریک به گری میگه که کلید خونش رو بده که میخواد با کارن بره اونجا و شب که ریک میره دنبال کلید گری بگرده به اون میگه کلید رو گم کردم و الان ندارم و یه کمی با هم بحث میکنه. گری بهش میگه الان ما میخوایم بریم یه پولی رو بندازیم زمین، تو هم با خودمون نمیبریم یا تو میتونی قرارتو با کارن کنسل کنی یا با ما بیاری. اونم این کارو میکنه و با هم میرن پیش اون زن پولیه. میرن با هم پیش زن پولیه، بهش میگن 200 میدیم ستایی با هم. زن بهشون میگه با 200 خیارم بهتون نمیدن، اگه نفری 200 میدین اوکی. و بالاخره اونجا گری اولین رابطه‌ش رو تجربه میکنه. چند روز بعد گری با رفیقش تو کافه قرار داره اما ریک نیست و از اونو میپرسن که ریک کجاست. بهش میگه رفته پیش کارن تا تونل اونو افتتاح کنه و اون بعد میره جایی که اونا قرار داشتن تا جلوی افتتاحیه رو بگیره. اما دیر میرسه، اونا کار شروع کرده بودن. با افسردگی برمیگرده به سمت کافه و ریک به پیششون میاد و برای اونو تعریف میکنه که چه چیزی بود و قهر میکنه و اونجا رو ترک میکنه. چند روز بعد گری ریک و کارن رو توی کتابخونه میبینه که دارن با هم بحث و دعوا میکنن و تموم که شد گری پیش کارن میره و ازشون قضیه رو میپرسه که چرا گریه میکنی. اونم بهش میگه زده باردارم کرده گردنم نمیگیره. گری بهش میگه من بهت گفته بودم اون چه آدمیه و بذار یه نصیحتت کنم، از این به بعد دنبال کسی باش که باهاش آرامش داشته باش، وگرنه این کارا همه بلدن. گری هم به طرفداری کارن پیش میره و بهش میگه چرا این کار کردی؟ اونم میگه به تو ربطی نداره، اگه میخوای با این کار اون دختر هر بعد من با تو باشه کر خود، سگم به تو پا نمیده. گری عصبانی میشه و دعوا میکنه و حسابی هم دیگه رو لط و پار میکنه. بالاخره گری اون دختر رو به خونه مادر بزرگش که خالی بود میبره و کنارش میمونه و هرچی داره میفروشه و با پول پس اندازش بالاخره خرج عمل کارن رو میده و اونو بچه رو میدازه و گری هم کامل از اون پرستاره. وقتی کارن سر پا میشه بالاخره گری بهش میگه که دوستش داره و عاشقشه و بعدش هم بغل و مچ و غیره. چند شب بعد گری مهمونی میگیره که یه گردنبند به اون هدیه بده و رابطه‌شون رو فابریک شروع کنن. تو مهمونی وقتی دنبال گری میگرده در یه اتاق باز میکنه و اونو باز با ریک میبینه که دارن همو میبوسن و فیلم هم همینجوری به پایان میرسه. ممنون که تا اینجا ویدیو با همون بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. تا ویدیوهای بعدی بدرود.